اینستاگرام را باز میکنم، غذایم بدمزه میشود، لباسم بد ترکیب، خانه‌ام زشت، ککمک صورتم میزند توی ذوق، چش و چالم میرود توی دیوار، دماغم توی آفساید، پدر مادرم میشوند سختگیرهای بیدرک، رفقایم ناصمیمی، درآمدم ناچیز و شغلم به درد نخور. اینستاگرام را باز میکنم، همه چیز خوب است، همه رسیدن، یکی به معشوق، یکی به ماشینی که دلش میخواست، یکی هم به درآمد سرشار. اینستاگرام را باز میکنم و کنسل میشوم و میبازم. به زندگی نه، به یک مقایسه نامنصف. فکر میکنم روی سنگ قبرم بنویسند زندگی نکرد، مقایسه کرد. بنویسند مثل یک چلتیکه پاره بین بازیکنان سوشال مدیا پاسکاری شد، آن هم نه در زمین چمن و واقعیت، توی یک چیزی شبیه فیفا. بیچاره به ثمر هم نرسید، خورد توی تیرک و اوت. بنویسند زندگی نکرد، مقایسه کرد. مقایسه مرگ پیش از مردن است، مقایسه قتل عمد است، مقایسه دست میبرد توی مغز و احساس زنده بودن را شیفت دیلیت. باید فیلم باشگاه مشتنی را ببینی. ادوارد توی فیلم مشت میخورد که احساس زنده بودن کند. مقایسه قتل احساس زنده بودن است. نمیر لطفاً، نمیر لطفاً. 95% آدم ها زندگیشان شبیه من و توست. 95% آدم ها زندگیشان سوشال مدیایی نیست و تو درگیر 5% که از قبل و بعد عکس هایی که اینجا منتشر میکنن خبر نداری. 5% که زندگی نمی کنند، محتوا می کنند. 5% که حیاتشان به حسرت و مقایسه تو بند است تا درگیر ترین ها باشی، تا شمع تولدشان را روی سنگ قبر تو روشن کنند. نمیر لطفاً. این قصه توست، منحصر به فرد. معنا می شود با تمام چیزهایی که داری و نداری. مقایسه نکن، مقایسه نکن. زندگی کن با همه وجود.